دختری 7 ساله به نام آنا که عاشق عروسکاش بود و توی اتاقش یک کلکسیونی از اونا داشت. اون توی مدرسه خیلی بازیگوش و بدجنس بود. همه اونو به عنوان یک دختر از خود راضی میشناختند. آنا خیلی خوب درس نمیخوند. بنابراین والدینش به او گفتند که اگه نمراتش بهتر بشه به عنوان پاداش براش عروسک جدیدی میخرند. آنا با انگیزه تمام تلاش خودشو کرد و صبح تا شب شروع به درس خوندن کرد و چند هفته بعد کارنامه‌اش از مدرسه اومد. اونقدر درس خونده بود که موفق شد جزو نفرات اول مدرسه بشه. مادر و پدرش خوشحال شدن و تصمیم گرفتن به قول خودشون عمل کنند. صبح روز بعد مادر آنا اونو به مرکز خرید آورد تا براش یک عروسک بخرد. وقتی از پنجره مغازه اسباب بازی فروشی عبور میکرد، دختر بچه بازوی مادرش رو گرفت و بهش گفت که میخواد داخل این مغازه رو ببینه. وقتی وارد مغازه شد، زن به دخترش گفت که میتونه هر چیزی که میخواد رو بدون توجه به قیمتش انتخاب کنه. آنا توی راهروهای مغازه قدیمی شروع به قدم زدن کرد و در نهایت توی یکی از قفسه ها که تا حدود گرد و خاکی بود، چیزی توجهش رو به خودش جلب کرد. اون یک عروسک دلقک با موهای قرمز و چشمهای زرد و بینی قرمز بزرگ بود. صورتش چین و چروک داشت. یک دست دلقک مشت شده بود، اما از دست دیگه دلقک 3 انگشت بالا اومده بودند. آنا رو به مادرش کرد و فریاد زد: مامان، من اینو میخوام. مامانش گفت: مطمئنی؟ اما این خیلی زشت و وحشتناکه. دخترش با هیجان سرشو تکون داد و گفت: مامان، من اینو میخوام. مادرش در حالی که عروسک دلقک رو از قفسه پایین می آورد، اونو به پیشخون برد و گفت: باشه، پس اشکالی نداره. صاحب فروشگاه یه نگاه به عروسک انداخت و گفت: متاسفم خانوم، این عروسک فروشی نیست. زن گفت: چی؟ چرا؟ اما فروشنده از پاسخ دادن خودداری کرد. امیدوارم تا اینجا کنجکاو شده باشین که چه بلایی سر آنا افتاده. لطفاً اول ویدیو رو لایک و با ادامه داستان با ما همراه باشید. مادرش به پایین نگاه کرد و دید چشمهای دخترش در حال اشکی شدنه. اون شروع به مشاجره با مغازه‌دار کرد و پول بیشتری به او پیشنهاد داد. اما فروشنده بازم امتناع کرد. سرانجام زن گفت: من $100 به تو میدم. پول رو برداشت و جلوی فروشنده نگه داشت. چشم مغازه‌دار گرد شد و اون لحظه تردید کرد. بعد نفسشو حرسی بیرون داد و گفت: خب میتونی اونو ببری. عروسک دلقک رو توی کیسهش گذاشت و به مادر داد. مادر و دختر هیچ توجهی به صورت مردد فروشنده نکردن و از مغازه راضی بیرون رفتند. وقتی به خونه رسیدند، آنا بلافاصله با عجله وارد اتاق نشیمن شد. دختر از هدیه‌اش خیلی خوشحال بود و بقیه روز رو در حالی که مادرش تلویزیون تماشا می‌کرد با دلقک بازی کرد. وقتی دختر بچه با عروسک بازی می‌کرد، براش سوال شد که چرا این عروسک 3 تا از انگشت خودش رو بالا نگه داشته. همون شب وقتی آنا به رخت خواب رفت، عروسک رو توی قفسه بالای اتاق خوابش گذاشت. مادرش شب بخیر گفت و دخترش رو بوسید و از اتاق بیرون رفت. صبح شد و مادر در حال پختن صبحانه بود و آنا رو صدا زد.
تا اونو از خواب بیدار کنه و به مدرسه بره. وقتی برای 3مین بار صداش کرد نگران شد و بلافاصله تصمیم گرفت که به طبقه بالا و به سمت دخترش بره. وقتی وارد اتاق آنا شد تقریبا چشماش سیاهی رفت. توی اتاق بدن آنا انگار که توی حوضچه خون افتاده بود. گردنش بریده شده بود و چشماش بیرون زده بود و چاقویی توی سینه‌اش فرو رفته بود. مادر آنا باور نمی‌کرد که چی می‌بینه. بعد از چند لحظه سرشو به اطراف چرخوند و وقتی دید عروسک دلقک کنار بدن دخترش نشسته، با وحشت شروع به جیغ زدن کرد. عروسک دلقک حالا 4 انگشت خودشو بالا گرفته بود. داستان پیرزنی که از گوشت بچه‌ها لباس میبافت رو هم از دست ندین. مطمئنم که از این ویدیو هم خوشتون میاد و خوشحالم که تا اینجای داستان با من همراه بودید. اگر از شنیدن چنین داستان‌هایی لذت میبرین پس داستان‌های کانالم رو از دست ندین.